اکثر ماها به علت فعالیت محدود و طرز زندگی روزمره‌ای که داریم باعث میشه که عضلات کور ضعیفی داشته باشیم. همین هم منجر میشه به آسیب بیشتر و فشار بیشتر بر روی ستون و فقراتمون. و اگر در طول زندگی روزانه‌مون و فعالیت‌های روزمره‌مون اگر که ثبات و تعادل کافی نداشته باشیم، باعث فشارها و آسیب‌های بیشتری به بدنمون میشه. حرکت اول حرکت برداک هست که اون رو به صورت پیشرفته اگر بخواید انجام بدید زانوهاتون رو از روی زمین بلند کنید و به مدت 3 تا 20 تا 30 ثانیه اونجا نگه دارید. و یا به صورت اصلاح شده میتونید زانوهاتون رو روی زمین بگذارید و باز به همون میزان تایم نگه دارید. حرکت دوم حرکت کرانچ با یک توپ هست که بین پاهاتون قرار میدید و همزمان با اینکه با زانوهاتون توپ رو نگه داشتید حرکت کرانچ رو اجرا میکنید. حرکت سوم حرکت برهولد هست، به صورتی باعث اجرا کنید که حتما ستون و فقراتتون صاف باشه و زانو دقیقاً زیر لگن قرار داشته باشه. حرکت چهارم حرکت بایسیکل کرانچه که با یک کش لوپ انجام بدید. سعی کنید حرکت رو با تمرکز و کنترل کافی انجام بدید. اگر کسی رو میشناسید که ناحیه کور ضعیفی داره و نیاز به تقویت این عضلات داره، خوشحال میشم که این ویدیو رو براش بفرستید.